صبح 19 ماه سال 2013 زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و صاحبکار خوشنام تاجیک که اون روزها با سفری در اروپا قرار داشت، با وجود هشدار به تکرار یاران و دوستان و حتی منصبداران بلندپایه، با هواپیمای سامون ایر از فرانکفورت به دوشنبه اومد با امید و خوشباوری که می آید و بیگناهی خود را اثبات میکند. اما این امید برآورد نشد و در عموم به 29 سال زندان محکومش کردند. 7 سال این حکم با جرم‌های اقتصادی و بیش از 20 سال دیگرش با جرم‌های بافته تجاوز به ناموس. خیرالله سعیدوف پسر زید سعیدوف روز 19 ماه سال 2023 در یک مطلب در صفحه‌اش در فیسبوک در مورد حکم پدرش نوشته است که پدر او را نه با تقاضای قانون بلکه با تقاضای زمان چنین بهرمانه زندانی کردند. هواپیمای صبح 19 ماه 10 سال پیش مسافری را به دوشنبه آورد که نه با تقاضای قانون بلکه با تقاضای زمان زندانی شد. 10 سال از عمر انسان چگونه سپری می شود؟ در آزادی در حلقه نزدیکان و پیوندان و بدون تهمت و تحقیر ناعیان، اما در زندان چه؟ و اون هم زندانی که دادگاه گناهکاری محکوم شده را اثبات نکرده، تنها با عباره تقاضای زمان قناعت ورزیده باشد. هر کدام روز این 10 سال برابر به 10 سال طول داشت، هم برای ما فرزندان هم برای پدرمان زید سعیدوف. نوشته است خیرالله سعیدوف. او از مقامات خواسته است که با گذشت 10 سال دیگر از گناه ناکرده پدرش گذرند و اقلاً از لحاظ انسانی معلول مادرزاد از یک دستش محروم بودن و درد معده و دهها درد دیگر در محبس گرفتار شده را به نظر گرفته آزادش کنند. خیرالله سعیدوف نوشته است که اینک 10 سال شد که پدر بیگناه من با تقاضای زمان عمر عزیزش را در کنج زندان میگذراند. از اینکه او در این مدت چه خدمت‌های برای این جامعه میتوانست انجام دهد حرفی نمیگویند. حتی نمیپرسیم که جبران این 10 سال عمر با تهمت در زندان سپری شده را کی و با چه قیمتی میتواند پرداخت کند. البته با هیچ قیمت این عمر رفته را جبران نمیتوان کرد. تنها روی دل داخل این رویداد ننگین میماند و بس که عمر عزیز و گرامی و به بازگشت پدر عزیزم را حذف کردند. زستن را خداوند برای هر نفر یک نوبت میدهد و آن ناتکرار است و به بازگشت. و پدر عزیز من که جنایتکار نیست حق در آزادی زندگی کردن را دارد. حداقل تصمیم گیرندگان پرونده پدرم با گذشت 10 سال این پهلوهای انسانی را به نظر و اعتبار گیرند، یا هیچ نباشد معلولیت، بیماری معده و پیرانسالیش را به نظر گرفته از زندان آزادش کنند. از ما تنها امید بستند از تصمیم گیرنده ها انصاف و عدالت.